بچه کیتن تکیم و آره کیتن تکیم آره اومدیم با یه ویدیو دیگه قرار یه انتراقا رو بکشیم. این انتراقا ازت بدم میاد به خدا، فقط به خاطر اینکه چویا تنها نباشه تو رو گرفتم، وگرنه توی انتر رو نمیکشی. چویا بچه زدم نابود کرد بعدن درست میکنم. ناز ببخش. توی انتراقا رو به خاطر این میشه اصلا چوی ناقص شد. تمام ناقص چی؟ بیادب. حالا اینجوریه که اوکی چرا دازای از دازای بد میاد، خب بدم میاد، ولی یه تابلو دارم که نسبتا ست باهاش و اینو من فکر کنم نزدیک 1 سال یا 2 ساله چیز نکردم. یه ویدیو از فیودور بود آقا. آره اینو میگم، اینی که کشیدم یه ست داشت. این انتراقاست. این دازایه. و حالا بعد رنگا رو ببینم چجوری مثل اون بکنم. این بار رنگ روغن و این قرار با اکریلیک کار کنیم. آره یه ذره چیزه. پرنده هم خواستید ببینید اینو پرنده سلام کنید. آره اینجام که ریخت پاشه بی خیال. اینو تموم کنیم. این آقا رو تموم کنیم که رو مخ تموم نمیشه. تابلو انگار چیزه. این چقدر خاک داره دستم، خاکشه. وای جدی بچه فکر نمی کردم اینقدر بد باشه. من اونقدر ویپ ندارم، یا ویپ دارم خودشه. من خیلی ویپ دارم، تا تو دیجیتال هم ویپ دارم. خب هیچ حرف نمیزنیم. فعلا باید اینو درست کنیم که فیلم بگیریم. خب بریم سراغ فیلم. به طور عجیبی خوب معلومه. باید برم اینا رو حالا آب کنم، یادم رفته. ولی خب رنگای اکریلیکمون رو برمی‌داریم. ببخشید به اندازه زیاد اکریلیک، به اندازه رنگ روغن هم اکریلیک ندارم. سیاه، سفید، زرد. که زرد رو فکر کنم با یه قرمز بعد اون چیز کنم. حالا بعد طرح رو بیارم طبق اون رنگ کنم. هرچند که موهای دازای انگار تو مانگا کلا میشکی تره. نمیدونم حالا قراره بکی بذاریم. اینم پلت، اینم این. آره بریم آب بیاریم. آره آب. خب لیوان آبمونم برداشتیم. راستی بزنیم بهتون نشون بدم که چقدر قلم موهامو خراب کردم. با صابون میشه درست کرد، ولی حالا بعد امتحان کنم. ولی آره من اصلا تو ترادیشنال آرت درست از وسط مراقبت نمیکنم. آره اینا مثلا سفیدش گذاشتم اینجا، اصلا سفیدشو به کمتر بذارم که چیز نشه. اینم که رنگش هم سفید خاکستری کم رنگه. اینم با یه ذره قرمز و زرد و با میشکی قاطی کنم که حالت سری رنگای اینجوری در بیاد و آنها رو اینجوری. همین. آره همین. خب چیز خاصی نی. ما اینو بذاریم اینجا. آره خب این دوتا گیه عزیز رو نمیگم بهشون گی، واقعا گی نیستن آره بچه. آره مثلا ننویسن نه چی شیپ. منم شیپ نمی کنم حقیقتش. صاف خوبه نمیدونم. خب ما اینو میشکی من شروع کنم. چی جوری شروع کنم؟ ای باز نمیشه. باز شد. خب دستمون میشکی شد همینجا. یعنی این پروژه قراره ایشالله به خوبی و خوشی ختم بشه. خدا بخواد. بچه رنگ کم استفاده کنید برای اکریلیک. حالا با اینکه نسبتا ارزونه ولی بازم گرونه. بچه همه چی گرونه. احساس کنم این ورتر بذارم، اینم بیارم این ورتر بهتر باشه. خب رنگ سفیدم نیاز داریم. یا خدا رنگ سفیدمون یه کوچولو رنگ سفید مثلا در همین حد. بلاش رنگ اکریلیک خیلی زود خوش میشه دیگه میدونید. آره میتونم به منو بکشید چرا؟ چون بنده هیچی بلد نیستم زیاد و احتمال میدم کلی قرار عصبی باشید. خب ما بریم برای رنگ موش. سیگاه نه
آره خیلی سیاهه. ما رنگ سفید میاریم ترکیب کنیم چون حال میده. بچه من هیچ نمیدونم چی کار دارم میکنم. کارهایی که من میکنم و شما نکنید. آره من یک هیچی ندونم. من لکات میکنم تا اینو کامل موش رنگ کنم. بعد شاید بعد پوست رو رنگ میکردم اول، بعد میرفتم نمیدونم اشتباه کردم، اونم چه اشتباهی. بشه ذره سفید رو میخواد. آره یه همچین سفیدی بزنم بهش محو کنم. فقط مشکل اینجاست که درش سیاه شد، خرابکاری کردم، رنگ سفیدم و نابود کردم. حالا نه اون قصدیه ولی خب نابود شد. خب این از رنگ سفید. هر را رنگی میکنم. خب درست شو. اینم در بیارم از دهنمون. مثل رنگ میده، مثل رنگ اکریلیک میده. آره من آب اکریلیک خوردم یه بار، برام نیارید. خب درست شد. خب ما اینو میزنیم. نمیدونم کامل میشکینی ولی خب همیشه سر و ته میشکیه. نه که میشک باشه، تیره تره منظورم، و وسطش روشنتره. نمیدونم دارم چطور پیش میرم. ایشالله خیر است. خب بهتره. کدوم بود موش؟ دستش کدومه؟ این اینجوری. بچه به خودتون بخندید. خدا دوست نداره به مردم بخندید. ما همه قراره با هم بخندیم، قرار نیست شما به من بخندید. خب نه دیگه انگار درست شد. یاد گرفتیم چیکار کنیم. خب خوبه. برای من کات کنم، موهاشو رنگ کنم تا یه جایی کارو برسونم راحت تره. بچه یه چیزی یادم آب نزنید. آب رنگ حالت آب رنگی میشه، برای روبون خوب نیست. من الان خیلی آب زدم. بدبخت شدم. رنگ مشکی ندارم. آب شد همش. آدمش آب شد. راه حل مشکی میزنیم دوباره. بچه این اشتباه های من رو نکنید. بچه درست و آدموار کار کنید. سعی نکنید در کنارش کانتنت درست کنید. جدی میگم اونایی که هم کانتنت درست میکنن در رابطه با اینجور چیز چه جوریه. دوباره نگو خیلی خیس کردم. نه اونقدر خیسش نکردم. این اکلوریکا میدونن چقدر تازه بدم میاد دارن ایکبیریش میکنن. یکی بگه داداش بلد نیستی چرا داری کار میکنی؟
not bad. اینا مگه نباید زود خوش میشه؟ چرا انقدر خوش نشده؟ ها رو کاغذ چیز میگیره، آبو سریع میگیره. پیق پیق تق 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 تق. میگم بچه از من یاد نگیرید برای رنگ‌آمیزی مثلا اینجور چیزا. من نمیدونم دارم چیکار میکنم، خراب میکنید یهو کارتونو. بچه سرش هم یهو روشن شد نگید چرا. درسته گفتم سر و تعطیره وسط روشن، ولی خب گاهی اوقات مثلا اینجام نور میخوره. آره دارم بهونه میارم بچه دارم بهونه میارم هی هم میگم کات میکنم و دوباره اینجا فکر کنم کل ویدیو فقط همین یه تیکه این بشر باشه. خدا بخواد کسی هم قرار بیاد تو اتاقم. بیان تو اتاقم میگن چرا انقدر همه چی رو به فنا دادی. آره حالا من مؤدبانش رو گفتم یه شما بی‌ادبانش رو میدونید. من عزیزم بیشتر بچه ها ویدیو منو میبینن. هیچ توهینی نباشه به کسی که بزرگن دارن منو میبینن. من خودم یه 21 سالم اینقدر بچگونه دارم رفتار میکنم. آره مثلا 21 سالم نشده و نزدیک 21 سالگیه، ولی خب ما به رو خودمون نمیاریم نزدیک بعد میگیم دیگه 21 ساله بونه. یعنی 80 سال دیگه 21 سال حساب میشه. خب ریدم. خب باشه بیخیال اینه که رنگای خواست بگم. موهاش تا الان اینجوری شده. این بالاشو نسبتا دوست دارم، هنوزم کامل خوش نشده. این بالاشو نسبتا دوست داشتم، خوب بود، خوب شده. حالا ما اینو خطشم بذاریده تا میام رو تو کامرا نشون بدم خراب کامرو میشه. بچه دیگه بهتون نشون نمیدم اصلا دیگه، هی خراب کاری میکنم. وقتی میذارم تو کامرا نشون میدم دیگه بهتون کار نشون نمیدم. رنگ پوستش میمونه، چشش که سیاه میذارم، این دستش میمونه. وای بهش فکر میکنم بچه حالم بد میشه خدایی. آره تا الان اینجاش رفتیم دیگه، فکر کنم بقیه اینا رو خودم برم. پوستش هم که بخوایم حساب کنیم همین میشه. آره همین رنگ میشه. آره رنگ خوبی هم هست. آره این رنگش شد. خدا یکی بگه چرا داری این کارو میکنی؟ از گرما هم دارم میمیرم اصلا. وای بعد پنکه رو میآوردم نیاوردم، اشتباه من بوده. آره فعلا دست حالا کامل کنیم. تموم شد دیگه. آقا بچه صدای اذانو نادید بگیرید، مسجد دم در خونمونه. خیلی بهتر شد نسبت به این، خیلی بهتره، ولی خب رنگش رو تیره تر کردم، حواسم نبوده. بعد دوتا رو به هم همزمان کار میکردم، اشتباه کردم که شده. دست این خیلی بهتر شده. این لباسه میمونه بکگراند و اینا.
و این کار تموم میشه. خیلی ذوق دارم زودتر تموم شه، چون میگم اعصابم خوب بود، هی میدیدم یه چی به دیوار تموم نیست و خیلی رو مخم بود و الان دارم تمومش میکنم. موهاشو خیلی نسبتا دوست دارم، نمیدونم چرا، با اینکه میتونست بهتر باشه. این حالا اونقدر دوست ندارم. دستش صورتش خوب شد، یه ذره از اومدم اول کار خرابکاری کردم. آره خوبه، فقط اینو بعد رنگ اینو بعد درست کنیم و بعدم بریم پی کار زندگیمون. آره پی کار زندگیمون. آره خب ما اول رنگ درست کنیم، اینو بذاریم اون گوشه که خراب نشه رنگش. تا الان ما یه زرد میخوایم که زرد نباشه ولی زرد میشه خردلی رنگه احساس میکنم. حالا ما بله خیلی ممنون. خب رنگ زردمون رو گرفتیم، توف کرد بیرون. خب یه کوچولو که میگم در حد این قرچی قرمز خوبه. رنگی میخوایم شد فکر کنم، مطمئن نیستم. با یه کوچولو مشکی، مثلا این مشکی اینجا داریم و بذار خدا بداد برس. خدا صلوات. نه خراب کردم. سبزه. خب ما توف کن بیرون دوباره زردتو. زرد توف کن بیرون. توف کن آوری کلا. خب مخلوط میکس بودو. البته میکنه به خاطر اینکه آبم هم کثیف، رنگم هم داره کثیف میشه، ولی خب کی حال داره. خب این رنگش آره نزدیک نسبتا. به نظر من نزدیک. حالا نظر شما مهمه، من دارم الان میکنم. خب بریم واسه رنگ لباسش. خدایی بذاریم این گوشه، اینم با یه ذره آب، خیلی سفتم نباشه ولی خیلی شلم نباشه. خب بچه ها تو کامنت ها بگید حالتون چطوره، چه خبره. آره و اینکه استیکرای مرشم هم اوکی شد، الان عکسش میاد. آره دیگه چه خبر بچه ها؟ با تابستون چیکار میکنید؟ من 22 شهریور دانشگاهم دوباره شروع میشه، نمیخوام برم دانشگاه. من الان ترم تابستون رو برداشتم، یه ماه استراحت میخوام. لعنتی ها برنامه‌مو زدید خراب کردید که تازه مردادم انتخاب واحده. وای خدا به دادمون برسه. خب این خیلی آب رنگی شد. صفر شو این خطا پیدا نباشه بیاده. ولی خوب شد بچه، از خودم راضیم. آره درسته، من از خودم راضیم. خیلی تعجب آوره من کیتن از خودش راضی باش. عجیبه بچه، خیلی عجیبه. کم پیش میاد. خب اینه یه ذره سیاه باید بزنم. نه یه ذره سیاه شد. حالا گفتم از خودم راضیم ولی نه در این حد. شکر خوردم. خب اینو ما تیره ترش کنیم. خب این تیره شد که خط اینجوری هم بذاریم. یه ذره سایه و اینا. حالا رو دستش هیچ حرکتی نزدیم ولی خب حداقل یه ذره کارمار کنیم. چی فکر کردید بچه ها؟
تابلو حالا فیودورمون خراب نشه. چه فیودوره خاک داره، پر داره بیشتر تا خاک. با مشکی یا اونو مشکی تیره تر کنیم، با اون تیره دورشو بگیریم، با تیره دورشو میگیریم. درشو بچه کامرا یوم میلرزه گاهی اوقات، من پام بهش میخوره. کامرا که میده از گوشی یکی میلرزه، باید پول ندارم. ما اینجوری کنیم، مهم شما نبینید، مهمه که من بتونم ببینم که کار. اصلا شما مهم نیستید که ببینید یا نبینید، مهم منم. She calls me. من دارم توجه میکنم یوتیوب میبینم چقدر آرتیست من دیدم که چه الان الگو من چه قبلا الگو بودم. بچه آرتیست خوب الگوتون قرار. پی جی دیکر آرتیستش اصلا خوب نبود، خوشبختانه اون الگو من نبوده، ولی خب میگم یعنی حواستون باشه. پی جی دیکر هم برید دراماش حالا خواست سرچ کنید سرچ کنید، ولی خودش نرید سرچ کنید که کمیکاشو ببینید، چون الها خدای خوب نبودن. خب این از این و فقط بک‌گراند میمونه. بچه‌ها من خیلی دارم به این افتخار میکنم. بچه تابلو اکریلیک میخواید بفروشم بهتون، حالا این کارا رو نمیفروشم ولی به هم سفارش بدید مثلا براتون بکشم. دیجیتالی هم که خب همین سفارش میگیرم، ولی خب اکریلیک الان یه ذره تازه اعتماد به نفس گیرم اومده، میدونید یه ذره الان یه ذره خوب پیشرفته، همه چی خیلی اعتماد به نفس زده تو حلقم. خب ما اینو زرد ما چجوری حالا اون نارنجی رو درست کنیم؟ نارنجی شبیه به هم باشه اونقدر مشکلی، یعنی بهتره باشه. قرمزمون اسهال داره، قرمز اسهالی. ببخشید اگه حالتون بد کردم. آره زردمون توف میکنه، قرمز یه جور دیگه مینوازد. خب حباباش الان همرنگ نباشه اونقدر اتفاق نمیفته. بله میبینید بعد میگم قرمز چیزه، میگید چرا هر وقت من از قرمز استفاده میکنم دستام یه جوریشون میشه. خب نارنجیمون خیلی نارنجی شده. اینقدر چیز نشده، ولی تو توف نکردی بیرون، یه بار توف کردی بیرون به در خورده. ببخشید این در حدی نزدیک باشه کافیه، نمیخوام کامل کافی باشه، چون هم رنگایی که اون موقع استفاده میکردم فرق داشت. آره خب نزدیک یه ذره تیره تره، ما سفید اضافه میکنیم. سفید جان لطفاً شما بچه خوبی باش. بچه گفتم بچه خوبی باش، قشنگ نیومدی بیرون. آها خب نصف میبینی نصف بدبختی من ترکیب رنگه، درسته من مشکل رنگ دارم. خب بهتر شده انقدر سفید زدیم، ولی هنوز انگار کامل چیز نشده، یه ذره دیگه سفید میزنیم. آخ اینکم خورد، این دیگه سفیدم زیاد شد، خدا به داد برسه. حالا دیگه نه انقدر زیاد نشد، یادم رفته بود نارنج مثل سفید مثلا یه رنگو با خیلی سفید قاطی کنید تا چیز بشه. خب خیلی شبیه تر شد و خب خیلی خوشحال ترم. آره خب اینو میذاریم کنار و ما شروع میکنیم. ببخش بچه دوباره زدم تکونتون دادم.
آره و ما شروع میکنیم به کار کردن. ویو. خب بچه تموم شد. آره پیخ. حالا این خطا مونده، یادم نمیاد حالا خطش دقیقا کجا بود. بله خب این یه ذره زرد میخواد، نارنجیمون زرد. توف کن بیرون، توف کن بیرون. دیگه توف کردی، حالا بیرون. دیگه هم نیست کس. میخواستم من این کار نکنم. خب تمسون برآمده کار کنم، فکر نکنم بتونم، ولی خب ببینیم چی تو میشه. خب این هم چکم زرد، نه یه نارنجی دیگه است، هیچی. خب اینجوری کار کنیم. ضربه ای این یکیشه تو بخون. این اینجوریه. تو نور گرفتم، فهمیدم چی کار کنم. هنوزم بکگراند خیسه. همه خیسه. خب این حالا یکی این میمونه که واسه این ما چیکار میکنیم؟ واسه این ما یه ذره با سبزه، نه این کار نمی کنیم، با این یکی. آره ما با این رنگ خودش رو قاطی میکنیم. هم جواب بده یا نه؟ جواب نداد. زرد دوباره میزنیم. بچه این کارو نکنید، رو کارتون رنگ و اینا نریزید چون خراب میشه. آره خب رنگ آوری کرد. خب رنگش برداشتیم. خب حالا هم میکس 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 میکس. آشپزی با حال کنید چه آشپزی دارم بهتون یاد میدم. خب بچه تمام شد. آره و من زندم. نمیدونم از کی تا حالا داشتم ضبط میکردم، ولی این لعنتی تموم شد. حالا بعد بذاریم روی چیز رو دیوار ببینیم چطوره. پورا من دستامو امروز برم کلاس. آره خیلی گوگولی شو خدا. ازت بدم میاد، ولی چرا تو باید گوگل تر از فیودورشی؟ بی ادب. حالا قبل از این ببینید چقدر اینجا ریخت و پاشه. مانستر. آره یعنی این اینجا بود، من اینجا هی میخوردم، تکون میخورد. حالا بعد اینا رو بذاریم رو چیز. یا تیکه چیز نداشته باشن. آره نه اول بذاریم به دیوار اینا رو. بچه ها نیکا ست کامل شد. هورا خیلی ذوق دارم این دوتا کامل شدن بالاخره. یکی دیگه میاد تو اتاقم، اینم کامله دیگه. آره با پرندام خدافزی کنید. منم خدافزی. بای بای بچه کانتنت منو رو لایک و سابسکرایب کنیم، بهم حمایت. حالا اگه نمیتونید سفارش بگیرید اشکال نداره، حداقل سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، همین به آدم انرژی میده به خدا. آره دیگه میبینمتون. خدافظ.